بیا جلو. اینستا باز کن. حالا واتساپ باز کن. یا اینجا فضولی کردی، عکست افتاد اینجا. فضولای زندگی تو پیدا کن. اگه راست سرگوشی داشت عکس بگیره. بیاد بگم چطوری. اول وارد شورتکات میشید، بالا به علاوه یا پلاس رو میزنید. اول چیزی که سرچ میکنید تیک فوتو. خب اینجا شما تیک فوتو رو بزنید، فقط این دوربین رو عوض کنید بشه فرانت. بعد اینجا اینو خاموشش کنید حتما. بعد اینجا شما سیو فوتو رو در واقع انتخاب میکنید. عکسی که میگیره کجا میگیم سیو تو فوتو. اینو کاریش ندارین، دوباره لاک اسکرین رو سرچ کنید که آخر گوشی قفل شه بعد اینکه این کارو کرد. بعد این کارتون تمام شد بالا میذارین رینیمش میکنید، هر اسمی که دوست دارید اون برنامه‌ای که میخوای فضولیابیش کنی. مثلا من اینستاگرام انتخاب میکنم، اینجا اتم اسکرین باید بزنید. اتم اسکرین رو که میزنید اینجا میتونید عکس رو انتخاب کنید با اسم. من اینو میزنم، از تو گالری که انتخاب کرده بودم این عکسی که داشتم رو انتخاب میکنم، شوزو میزنم، اد، تمام. و این اضافه شد. الان من بزنم روش نگاه کن، عکس میگیره ازم میفرسته تو گالری، گوشی قفل میشه. خیلی ترفند باحالی، حتما واسه دوستات بفرست. دمت گرم.